أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهاد، کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب جهاد آیت ها و چند از حدیث هایش را گرفتیم و درس امروزه همان دوام حدیث های همین کتاب جهاد می باشد. ما و شما در حدیث 1289 کتاب ریاض الصالحین رسیدیم. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1289 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن سهل بن سعد رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها، یعنی نگهبانی یک شبانه روز یا نگهبانی یک روز در راه الله. مقصد از نگهبانی رباط یعنی نگهبانی مرز دولت‌های اسلامی. نگهبانی یک روز در مرز در راه الله بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در این دنیا هست. پس هر کسی که یک روز در مرز کشور اسلامی برای حفظ کردن مسلمان ها و برای حفظ کردن دین و عقیده و باوری مسلمان ها یک روز نگاه و بین می ایستد، همچون سرباز مرزی می ایستد، بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا می باشد. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و موضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا و ما علیها، یعنی که به اندازه و موضع صوت احدکم، یعنی که به اندازه جای تازیانه هر یکی از شما از جنت بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در این دنیا هست. یعنی تازیانه چند است؟ 1 متر. پس 1 متر از جنت، 1 متر زمین جنت بهتر است از هر آن چیزی که در این دنیا وجود دارد. از دنیا و هر دارایی دنیا بهتر می باشد 1 متر یا یک به اندازه تازیانه زمین از جنت بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در این دنیا وجود دارد. و روحت یروحها العبد و روحت یروحها العبد فی سبیل الله تعالی، یعنی یک شامگاه روحه، یعنی یک کسی که در وقت شام یروحها بیرون میبرد در همون وقت شام بنده در راه الله تعالی، او الغدوه یا هر کسی یک صبحگاه یک سحر در راه الله می براید، خیر من الدنیا و ما علیها، یعنی همین برآمدن در راه اللهش یک صبحگاه یا یک شامگاه بهتر است از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا وجود دارد. پس در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان میکند که نگاه بین کردن مرزی دولت اسلامی برای حفظ کردن مسلمان ها و حفظ کردن احکام های دینی، هر کسی که در مرز می ایستد، اون در مرز ایستادن یک روزش از دنیا و هر اون چیزی که در دنیا هست بهتر می باشد. یا به اندازه یک تازیانه از زمین جنت همچنین از دنیا و هر اون چیزی که در دنیا هست بهتر است. یا یک شامگاه یا یک صبحگاه در راه الله برآمدن از دنیا و هر اون چیزی که در دنیا هست بهتر است. یعنی که دنیا هیچ ارزش ندارد، دنیا یک جای بی ارزش،
یک جای بیقدر هست، یک جای فتنه اندازی و یک جای در فتنه افتاندن و در فتنه افتیدن هست. این دنیا هیچ ارزش نزد الله ندارد. متفق علیه، این حدیث متفق علیه می باشد. بله، این دنیا برای کسانی میتواند فایده رسان باشد که اون کسها پایبندی به قرآن و سنت و به دین باشند و مال و داراییشان در راه دین صرف کنند و جانشان در راه خدمتی به دین صرف کنند. پس این دنیا به فایده اونها یا اون کسها توانستند که از این دنیا فایده به دست بیارند. این بود حدیث 1289 کتاب ریاض الصالحین. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1290 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عن سلمان رضی الله عنه قال، یعنی از سلمان رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیامه، یعنی نگاه و بین کردن مرز دولت اسلامی یک شب و یک روزش بهتر از روزه گرفتن یک ماه با شب زنده‌داری آن ماه است. یعنی یک انسان یک ماه روزه‌دار باشد و اون یک ماه را شبش را همچنین شب زنده‌داری بکند، چی قدر ثواب میگیرد؟ پس یک شبانه روز یا یک روز و یا یک شب در مرز دولت اسلامی نگاه کردن دولت اسلامی بهتر است از روزه گرفتن یک ماه و یک ماه شب زنده‌داری کردن ده. یعنی که این قدر فضیلتی بزرگ دارد. و این مات فیه جرى علیه عمله الذی کان یعمل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اگر که بمیرد در همین حالت، یعنی در حالتی در مرز بودنش اگر وفات بکند، جرى علیه عمله الذی کان یعمل، یعنی ادامه مییابد بر اون انسان عملی که بود انجامش میداد. یعنی که یک انسان وقتی که در مرز میایستد برای نگاه کردن مسلمان ها، برای نگاه کردن عقیده و احکام مسلمان ها که دشمنان اسلام هجوم به آنجا نکنند، چی قدر ثواب میگیرد؟ پس اگر که در همون راه وفات کرد، بعد مردهش هم اون ثوابش ادامه یافتن میگیرد، اون ثوابش بر دوام میباشد. و اجری علیه رزقه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ادامه مییابد بر اون انسان رزقش همچنین آمدن میگیرد. و امن الفتان، و اون انسان در امان میماند از فتنه قبر، ای فتان یعنی از فتنه قبر اون انسان در امان میماند. هر انسانی که مرز اسلامی را، مسلمان ها را برای حفظ کردن در مرز می ایستد و در همین حالت اگر بمیرد، اون انسان را ثوابش بر دوام براش آمدن میگیرد و رزقش بر اون ادامه یافتن میگیرد و همچنین در امان میماند از فتنه قبر. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این حدیث هم همچنین دلالت میکند به نگاه و بین کردن مرز دولت اسلامی، برای مرز دولتی که در اونجا حکمای الله جاری هست. خب این بود حدیث 1290. بعد از این حدیث 1291 کتاب ریاض الصالحین در امام نووی رحمه الله میگوید وعن فضالة بن عبید رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از فضاله ابن عبید رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کل میت یختم علی عمله الا المرابط فی سبیل الله، میگه هر مرده را مهر زده می شود، یختم مهر زده می شود که به پایان می رسد عملش
مگر اینکه نگاه و بین کننده را، نگاه و بین کننده مرزهای اسلامی را، هر کسی که مرابط است در راه الله، یعنی مرزی دولت اسلامی را نگاه و بین میکند، پس این انسان وفات که میکند عملش ختم زده نمی شود، مهر زده نمی شود یا به پایان نمی رسد، بلکه عملش بر دوام است. فإنه ینمی له عمله الی یوم القیامة. پس هر آینه میگه این خیل انسان را، انسانی که در مرز اسلامی برای نگاه و بین کردن وفات میکند، ینمی له عمله، یعنی ادامه مییابد برای اون انسان عملش تا روز قیامت. تا روز قیامت عمل اون انسان ادامه مییابد، عمل اون انسان بر دوام میشود، یعنی ثوابش برای اون صاحبش آمدن میگیرد. و یؤمن من فتنه القبر، و همچنین در امان میماند از فتنه قبر، از فتنه قبر اون انسان در امان میماند. این حدیث هم همچنین فضیلتی کسی که نگاه و بینی مرزی اسلامی را میکند و در این حالت وفات میکند، پس ثوابش بر دوام در نامه اعمالش نوشته می شود. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1291 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1292 کتاب ریاض الصالحین ده امام نووی رحمه الله میگوید و عن عثمان رضی الله عنه قال، یعنی از عثمان رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید رباط یوم فی سبیل الله خیر من 1000 یوم فیما سواه من المنازل، یعنی نگاه و بین کردن مرز یک شبانه روز در راه الله بهتر است از 1000 روز، از 1000 روزی که فیما سواه من المنازل، در فیما سواه در 1000 روزی که در آن روز از این منزلت ها، یعنی از این نگاه و بین کردن مرزها نباشد. یعنی که نگاه و بین کردن مرزها بهتر است از 1000 روز. از 1000 روزی که انسان عبادت میکند، پرستش میکند، از اون 1000 روز ده نگاه و بین کردن یک روزی مرز دولت اسلامی بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1292. بعد از این حدیث 1293 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تضمن الله لمن خرج فی سبیله، یعنی که کفالت دادگی از الله سبحانه و تعالی، ضمانت دادگی از الله سبحانه و تعالی لمن خرج فی سبیله، برای کسی که در راه الله برآمده باشد. هر کسی که در راه الله می براید، الله سبحانه و تعالی کفالت می دهد، ضمانت می دهد. لا یخرجه الا جهاد فی سبیلی، میگه بیرون نکرده باشد این انسان رو مگر اینکه جهاد کردن در راه الله، یعنی برآمدن در راه الله، یعنی که برای جهاد در راه الله هر کسی که برآمده باشد فقط به مقصد جهاد. و ایمان بی و تصدیق برسولی، و ایمان میگه اون انسان ایمان داشته باشد به الله و ایمان داشته باشد و پیغمبری الله، یعنی ایمان به الله و پیغمبر داشته باشد، فهو ضامن ان ادخله الجنه، پس الله سبحانه و تعالی کفالت دادگی است که بدرارد اون انسان رو به جنت. پس الله ضامن است، الله ضمانت دادگی است، کفالت دادگی است که اون را داخل جنت میکند. یعنی هر انسانی که فقط به خاطر جهاد در راه الله ببراید، پس در این راه وفات کرد،
الله سبحانه و تعالی این انسان را داخل جنتی پرناز و نعمت میگردانده است. او ارجعه الى منزله الذي خرج منه بما نال من اجر او غنیمت. یا میگد او ارجعه، یا برگردانده باز، یا برمیگرداند الله سبحانه و تعالی اون انسان را الى منزله، به سوی خانه‌اش. یعنی که اگر که رفت در جهاد در راه الله، اگر وفات کرد، الله سبحانه و تعالی داخل جنت میگرداند اون انسان را. اگر وفات نکرد، او ارجعه میگه، یا باز میگرداند اون انسان را الله سبحانه و تعالی الى منزله الذي خرج منه، به همون خانه ای که در اون خانه زندگی میکرد، یعنی به نزد زن و فرزند و به نزد عائله‌اش بر میگردد. بما نال من اجرین، با آن دستاوردهایی که از اجر به دست آوردگی است. بما نال یعنی با آن چیزی که به دست آوردگی است از اجر و پاداش، او غنیمتین، یا غنیمت از کافرها گرفته و گشته آمده است. با این میگد نزد اهل خاندانش برمیگردد. یعنی هر کسی که وقتی که در راه الله جهاد میبراید از دو حالت بیرون نیست. فقط اگر برای جهاد رفتگی باشد، فقط برای رازگی الله سبحانه و تعالی رفتگی باشد، اگر مرد داخل جنت می شود، اگر زنده ماند با مال و غنیمت و با اجر و پاداش به نزد زن و فرزندش برمیگردد. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که والذی نفس محمد بیده، یعنی قسم به همون ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم در دست اون هست. قسم به همون ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم، جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اون هست. ما من کلم یکلم فی سبیل الله الا جاء یوم القیامت که هیئته یوم کلم. ما من کلم یکلم یعنی نیست، ما من کلم یعنی هر زخمی که، ما من کلمین یعنی هر زخمی که یکلم فی سبیل الله، یعنی با وجود آمده که باشد همون زخم در راه الله. یعنی که یک انسان در راه الله برآمد و زخمی شد، پس اون زخم چی می شود؟ الا جاء یوم القیامتی، مگر اینکه میگه می آید اون انسان در روز قیامت که هیئته یوم کلمه، به مانند همان روزی که کلمه یعنی که همون زخم به وجود آمده است. یعنی همون چقدر که نو میزنن زخمی میشود، خون ریختن میگیرد، در روز قیامت انا همین خیل میگه اون انسان آورده میشود، می آید در روز قیامت. لونه لون دمین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اکنون زخمی که هست جای زخم میگه خون میبراید، اون را میگه رنگش رنگ خون است، و مثل خون میگه برآمده ایستاده است. و ریحه ریح مسکین، اما بوی اون میگه بوی میسک است. بوی میسک است اون خونی که از بدن اون انسان، از بدن شهید، از بدن کسی که در راه الله زخمی می شود، خونش میگه در روز قیامت به مثل بوی میشک است، به مثل بوی مشک است. والذی نفس محمد بیده، باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قسم به ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم در دستش است، یعنی قسم به الله که جان محمد در دست اون هست. لولا ان اشق علی المسلمین، میگه اگر که دشوار نمیشد بالای مسلمان ها، یعنی سخت نمی بود بر مسلمان ها، ما قعدت خلاف سریه تغزو فی سبیل الله ابدا، میگه نمی نشستم خلاف سریه، یعنی از پشت هر یک سریه، هر یک مجاهدینی که برای جهاد روان میکردم، از پشت اون میگه نمی نشستم تغزو فی سبیل الله ابدا، جهاد میکردم میگه در راه الله همیشه. یعنی اگر که جهاد کردنی همیشه برای مسلمان ها سخت تمام نمیشد، میگه من همیشه جهاد میکردم. ولکن لا اجد سعة فاحملهم، ولیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولکن لا اجدو، ولیکن میگه من پیدا نمیکنم سعة یعنی وسیله جنگی را، وسیله برای جنگیدن را، فاحملهم که من اونها را مجهز بگردانم با اون وسیله، با اون سلاح و با چیزهای جنگی، با وسایل جنگی من نمیتونم میگه اونها را مجهز بگردانم. ولا یجدون سعة، و همچنین اون مسلمان ها خودشونم این وسیله را تامین کردن نمیتوانند. یعنی که همیشه اگر جهاد باشد
مسلمان ها این طور خودشان تأمین کردن نمیتوانند. و یشق علیهم ان یتخلفوا عنی، و یشق علیهم یعنی دشوار میشد بر اونها، دشوار است یا دشوار تمام میشد بر اونها ان یتخلفوا عنی، این که پس بمانن از من، قفا بمانن از من. یعنی اگر که من زور میرسید، توانایی می داشتم، وسیله های جنگی و جهازهای جنگی که می داشتم، من همیشه جهاد میکردم و مسلمان ها هم قفانشینی نمی کردن. مسلمان ها هم قفانشینی نمی کردن. و یشق علیهم ان یتخلفوا عنی، یا و یشق یعنی دشوار می شود بر اونها ان یتخلفوا عنی، این که پس بمانن از من. والذی نفس محمد بیده، یعنی باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید قسم به ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم در دستش است، لوددت ان اغزو فی سبیل الله، دوست می‌دارم که جهاد کنم در راه الله، فاقتل پس کشته شوم، ثم اغزو باز جهاد بکنم، فاقتل باز کشته شوم، ثم اغزو فاقتل باز جهاد کنم و کشته شوم. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که قسم به ذاتی که نفس من در دست اوست، دوست می داشتم که جهاد کنم و کشته شوم، زنده شوم، باز جهاد کنم، باز کشته شوم، زنده شدم، باز هم جهاد میکنم. یعنی که چقدر عمل بزرگ است که در این راه من جانم را دادن میگیرم. رواه مسلم و رواه البخاری و بعده، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است و امام بخاری رحمه الله بعض این حدیث را روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1293 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1294 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1294 میگوید و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من مکلوم یکلم فی سبیل الله الا جاء یوم القیامت، میگه نیست زخم شده باشد در راه الله مگر اینکه میآید در روز قیامت و کلمه یدما، میگه همون جای زخمش خون جاری است. یدما از همون جای زخمی که در راه الله زخمی شده است، از همون جا خون جاری است. اللون لون دمین، میگه رنگ اون خون است، رنگش میگه رنگ خون است. و ریح مسکین، اما بوی اون بوی مشک میباشد. چقدر خوشبو است بوی اون خون، میگه در روز قیامت. این حدیث متفق علیه میباشد. این بود حدیث 1294. بعد از این حدیث 1295 حدیث 1295 را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس در این حدیث ها ما شما دیدیم که هر کسی که یک روز در مرز اسلامی برای نگاه و بین مسلمان ها مرزبان می شود، اون انسان چی ثواب ها، چی پاداش های را به دست می آورد. همچنین حدیث دیگری داریم بسیار حدیث پرفضیلت درباره نگاه و بین مرزهای دولت اسلامی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید کفا ببارقة السیوف علی رأسه فتنة. کفا یعنی که بسنده است و کافی است درخشیدن شمشیرها در بالای سر مجاهد به عنوان فتنه و آزمایش قبر. یعنی که هر انسانی که در راه جهاد در راه الله میبرد جهاد میکند، اون انسان در دیگر سوال قبر نیست، زیرا پیغمبر میگه کفا ببارقة السیوف علی رأسه فتنة، یعنی که اون فتنه قبر، سوال و جواب قبر دیگر برای اون انسان وجود ندارد. اون انسان نیاز به آزمایش و به سوال و جواب قبر ندارد. به آزمایش قبر اون انسان دیگر نیاز ندارد. این حدیث همچنین فضیلت نگاه و بین کردن مرز اسلامی که جهاد کردن در راه دین می باشد. پس این بود درس امروزمان. حدیث 1295 کتاب ریاض الصالحین را
انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانیم و از الله جل جلاله طلب میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را خدمت کردن در راه دین و جهاد کردن در راه دین و جان و مال و ملک را در راه دین صرف کردن الله سبحانه و تعالی برای ما و شما ارزانی و آسان و توفیقش را بدهد که صرف کنیم. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.